جوانان و کودکانی هستید که از خلال صفحات تاریخ با ماجراهای این دوران پرنشیب و فراز آشنا خواهید شد. نمیخواهم این صفحات را اکنون برای شما ورق بزنم، زیرا قضاوت آنچه گذشته است تنها با تاریخ و با ملت ایران است. فقط یادآوری میکنم که در خلال این مدت در یکی از شومترین روزهای تاریخ چند هزار ساله ما حاصل تلاش‌ها و کوشش‌های طاقت فرسای سربازان خاندان پهلوی با شبیه خون بیگانگان یک شبه در هم ریخت. این سرزمین جولانگاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگانه پرستی و مردم فریبی چیزی برای آن برمغان نیاوردند. اما در تاریخ ایران مقدر چنین بوده است که هرگز اهریمن را در این سرزمین فروغ جاوید امکان پای گرفتن نباشد. ایران جاوید روز به روز سرافرازتر و ملت ایران روز به روز برومندتر